راجع به بحث املاک یا ساخت و ساز، اصلا موضوعاتی که تو مالیات داریم چند تا دسته کلی داره که عمدتاً شما راجع به ساخت و فروش باش درگیر هستید. حالا بحث اجاره شاید کمتر، بحث املاک گران قیمت احتمالاً میاد که بعضیا داشته باشن و مالیاتشو بخوام بدن. بحث خانه‌های خالی معمولاً به ساختمانسازا گاهی اوقات برمیخوره که حالا اینا راجع به هر بخشش به صورت جداگانه صحبت میکنیم، ولی قسمت عمده کلاسمون به در واقع محاسبه مالیات سازنده ها، ساخت و فروش. چند تا نکته کلی ما قبل از اینکه اصلا وارد بحث مالیات املاک بشیم من برای شما توضیح میدم، چون بالاخره فعالیت‌های مختلفی دارید، شاید یکیش هم املاک باشه، شخص حقیقی هستید، حقوقی هستید، این تعاریف کلی رو با هم دیگه پیش میریم و در ادامهش میریم روش محاسبه رو میگیریم. کلا تو بحث مالیات، بحث املاک، شما چه ملک در واقع تو محدوده جغرافیای ایران هر نوع درآمدی از ساخت و ساز و حقوق ملکتون داشته باشید مشمول مالیات میشه. یعنی اگه کسی از خارج از کشورم تو ایران ملکی داشته باشه تابع این قانون هست، حالا چه شخص حقیقی باشه چه شخص حقوقی. پس اگر شما ملک خارج از ایران داشته باشید تابع این قانون نیست، اصلا شما مشمولیت مالیات این موضوع رو ندارید. درآمدی کسب کنید اون درآمدش حالا تو اشخاص حقوقی یه مدل محاسباتی داره، تا سقفی که مالیات اونجا رو دادید هیچ، اگر کمتر از 25% باشه مازادش رو ایران از شما میگیرن، اگه 28% هم داده باشید باهاتون کاری ندارن. پس دو تا شخصیت حقیقی و حقوقی داریم. شخصیت حقیقی بر اساس ماده 131 هست و شخصیت حقوقی ماده 135. توی ساختمان‌ساز عمدتاً عدد مالیاتشون خیلی تفاوت آنچنانی با همدیگه نداره تو شخصیت حقیقی و حقوقی، یعنی تفاوتشو اگه بگیم اشخاص حقوقی 25%، شاید تو اشل 50 میلیارد فعالیت نهایتاً اشخاص حقیقی به 24.5% برسه. خیلی تفاوت زیادی با هم نداره. اونم به خاطر اون تیکه اولشه که یه معافیت میخوره و تا 200 تومن اول 15%، 200 تومن دوم 20% و بخش ادامهش میشه 25% که شبیه اشخاص حقوقی میشه. اشخاص حقوقی هم 25% هم. ما تو گروه بندی حالا وارد اشخاص حقیقی میشیم. تو گروه بندی اشخاص حقیقی قانون یه سری‌ها رو بر اساس موضوع فعالیتشون مشمول مالیات میکنه، یه سری‌ها رو بر اساس حجم فعالیتشون. ساخت و ساز مربوط به حجم فعالیته، یعنی این لیستی که الان اینجا آوردم اگر یه جایی به کار شما برمیخوره، شما حتی 1 ریال هم در قالب شخص حقیقی درآمد داشته باشید مشمول گروه اول میشید. یعنی دقیقاً تکالیف هم تقریباً شبیه خود اشخاص حقوقی هستش. خود کسایی که کار حسابداری انجام میدن جدای از اینکه حجم فعالیتشون چقدره مشمول گروه اول در واقع اشخاص حقیقی میشن. حالا این مشاغل دیگه‌ای که نوشتم حالا این ربطی به حجم فعالیتشون نداره، ولی حالا ساخت و ساز چون به موضوع حجم فعالیت برمیگرده تو سال مختلف نصاب مختلفی داشته. یعنی از این قسمتش یه خورده بکنه برای شما اهمیت داره. تو سال 401 و 402 کسانی که زیر 5 میلیارد تومان درآمد داشتن در واقع جزء گروه سوم قرار می گرفتن. بین 5 تا 15 گروه دوم و گروه اولم بالاتر از 15 میلیارد تومان. درآمد تعریفش چیه؟ یعنی شما وقتی فروش ملک میکنید به اون میگن اون درآمد شماست، سود شما نه. فروش ملک حالا تو هر مبلغی باشه. کلا اینجا راجع به حقیقیه. حقوقی‌ها کلا یه معادله داره 25%. من اینجا دسته‌بندی بیشتر الان اینجا و تعریفم راجع به اشخاص حقیقی هستش. بله؟ اعداد ریاله. 5 میلیارد تومان، 15 میلیارد تومان و قبلش و بعدش، یعنی زیر 5 میلیارد تومان میشه گروه سوم، بین 5 تا 15 میشه گروه در واقع دوم. نه، درآمد فروشه، فروش واحد.
ورودی به نوعی همیشه ورودی حساب هم نمیشه، چون تو جلسه قبل بهتون گفتم پیش دریافت شما مشمول مالیات نیست. الان فروش واحد که همش سود نیستش که. این ما داریم راجع به ساخت و فروش میگیم ما. همون ساخت و فروش ساخت و همش سود نمیشه. واحد کلا داشته باشه مثلا 20% 30%. اینجا هنوز ما به محاسبات مالیات نرفتیم. ما این داریم میگیم تو این گروه ها قرار میگیرن. حالا چه جوری مالیاتشون رو محاسبه میکنن متفاوته با هم دیگه. حالا فقط داریم دسته‌بندی میکنیم و این دسته‌بندی هم این شکلیه. نکته کلیدش اینجاست. شما برای سال 400تون، یعنی سال 400 دارید اظهارنامه میدید، تو اون اظهارنامه یا عددتون زیر 5 یا بین 5 یا 15 است یا بالاتر از 15 است. تو اون سال شما اگر قبلا گروه سوم بودید همچنان این اظهارنامه‌ای که دارید میدید مشمول گروه سومه. ولی این اظهارنامه‌ای که دارید میدید شما را برای اون سالی که داخلش هستید نه، برای سال بعد مشمول گروهتون رو تغییر میده. حالا تو هر گروهی که قرار میدید. پس اون عددی که داریم اینجا راجبش صحبت میکنیم عددیه که شما راجب اظهارنامه سال قبلتون دارید میدید و شما را برای سال بعد داره گروهتون مشخص میکنه. پس عدد اظهارنامه سال قبل ما امسال گروه ما رو مشخص میکنه برای سال بعد. اگر سال به صورت دیفالت هر کسی کارش رو شروع میکنه گروه سومه. بای دیفالت گروه سومه. تا 3 سال هم گروه سوم قرار میگیره. پس الان اظهارنامه سال 402 مون دادیم، به 3 حالت مختلف میگیم. زیر 5 میلیارد تومان باشه ما همچنان گروه سومی، بین 5 تا 15 باشه توی سال 404 یعنی 404 گروهمون تغییر میکنه به گروه دوم. اگر بالاتر از 15 هم برسه تو سال 404 گروه اول میشیم. یعنی تکالیفمون از ابتدای سال 1404 تو اون گروهی قرار میگیره که عددمون تعیین شده بر اساس اظهارنامه سال قبل. این یه مدلشه، یه مدل که برای عملاً یه چیز حجمیه. چرا الان چون دو تا واحد تو برامین هم بفروشه 15 میزنه بالا. این برای ساخت و فروشه. خب شما ملک آماده ساخت و فروش با فروش متفاوته. درسته. دقیقاً. ملک آماده میخری میفروشی اصلا مشمول این شرایط نمیشه. ملک آماده من میسازم کارم. دقیقاً آره. اگه اسم اون بشه گذاشته دقیقاً. من دو تا واحد تو برامین میزنه بالا. پس عملاً من میرم تو گروه 1. دقیقاً. همینه دیگه. البته حالا این ما تو سال 403 نصاب تغییر کرده. الان راجع به 403 اگه بخوایم صحبت کنیم، از ابتدای سال 403 اگر کسی حالا اظهارنامه سال قبلش رو داده با عدد بین 10 تومن تا 30 میلیارد، زیر 10 تومن گروه سوم، بین 10 تا 30 باز گروه دوم و مازاد اون میشه گروه اول. این معافیت‌ها رو حالا توی جدول جداگانه گذاشتم که بهتون میدم. معافیت‌های سال‌های مختلف از 400، 401، 2 و 3. شما تا این میزان اینجا دیگه از سودتون، این میزان از سودتون مشمول مالیات نیست. مازادش توی اون جدول قرار میگیره، بالا درصد 15، 20 و 25 رو میگیره. اون جدول هم اینه. حالا این جدول هم تقریبا میشه اگه شما فعالیت از سال 1380 تا امروز داشته باشید، با این جدول میتونید بدونید که در واقع روش مالیاتتون چجوری است، تو چه رنجی با چه درصدی قرار میگیره. حالا مهم سالای در واقع از سال 400 به بعده که تا سقف معافیتتون که اصلا مشمول مالیات نیستید تو اشخاص و حقوق حقیقی، تا 200 تومن، یعنی این اینجا دیگه از سودتون از 200 تومن، از در واقع 200 تومن اولیه میشه مشمول 15%، 200 تومن دومی میشه 20% و بالاتر از 400 تومن وارد رنج 25% میشه. روش محاسبه هم تو مثالا با همدیگه پیش میریم. الان نکاتشو بگیرید بعد ادامه میدیم. ضرب این تا کد که اینجا آوردمش که در واقع هیچ فرقی نمیکنه شما شخص حقیقی باشید حقوقی باشید، این فقط در صورتیه که شما تکالیف یا انجام نمیدید یا تکالیفتون ناقص انجام میدید، تکالیفتون قابل اتکا نیست. اونجا عدد فروشتون رو ضرب در این نسبت ها میکنن و حالا میبرنش تو جدول محاسبه مالیات، میگن این میزانش برای شما سوده. من
شما اگر دفاتر ندارید، الان تراکنش بانکی که دارن ورود پیدا میکنه متوجه میشه شما ساختمون ساز هستی، میگه هر چقدر ورودی تو سیستم بانکی شما بوده ضرب در 15%، 15% حالا میره تو جدول مالیاتش محاسبه میشه، جریمه کتمان و خیلی چیزی دیگه. که اگر در واقع مستنداتی داشته باشید قابلیت دفاع داره. یه جای بخشی از این ورودی بانک‌های شما راجع به اون ملک آماده است. شما ملک آماده رو تو زمان خودش مالیاتشو دادید. اونو باید جدا کنه برای شما تو محاسبات، بگه اینو دیگه مالیات نباید بدید. الان خیلی اشتباه میکنن تو بحث در واقع به خاطر نگرانی تراکنش بانکی بابت همین موضوع ملک‌های آماده حتی اونم پولش رو تو حسابشون گردش نمیدن. در صورتی که شما وقت داری میری به نام طرف میزنی مالیات رو دارن میگیرن. با خیال راحت گردش رو تو حسابتون داشته باشید. فرقی نمیکنه. زمینم اگر خرید و فروش داشت دقیقاً اگر خرید و فروش باشه، اگه میخوای بسازی موضوعش فرق میکنه. چون میخوای اگه بخوای بعدش بسازی، چون شما برای خرید و فروشتون اون شبیه موجود کالاست اگر این کارو میکنید، ولی وقتی میخوای تو ساخت و فروشت بیاری مالیاتت میره تو مالیات ساختت دیگه. زمینم جزء یکی از مواد اولیه حساب میشه تو حساب کتاب که تو جلسه قبلی تو محاسباتون آوردیم چجوری زمین تیکه تیکه وارد محاسبات سودمون میشه. اگه استاد اگر مثلا یه واحدی بفروشه یه زمینی بخری، خب بنده خدا مالیاتشو داده، خب بخوای بفروشی دوباره خودت هم باید مالیاتشو بدی. هر چند باری که شما نقل انتقال انجام میدید مشمول مالیات نقل انتقاله. یعنی از یه شخصی به یه شخص دیگه، حالا تو ماده نقل انتقال بیشتر راجبش توضیح میدیم. چی؟ این تا کد بفهم. میرسیم بهش. خب بذار تو مالیات نقل انتقال میگم که اصلا قیمت خرید و فروش شما تو محاسبات مالیات تأثیر نداره. پولی که میگیرید میدید تأثیری نداره. یه جدول ارزش معاملاتیه بر اساس منطقه و عددش هم حالا برای سال 400 و بذار تو سر فصل خودش میگم سال 402 یا 403 عددش 18 درصد قیمت روزه و تو قانون صحبت از قیمت روز میکنه، ولی قیمت روزی هم که اونا بهش فکر میکنن یه چیز دیگه است. یعنی همون ارزش منطقی که داریم میگیم بازم ما نظرمونه که قیمت روز باشه. خب ولی قیمت روزی هم که تو قانون اومده از قیمت روزی که ما تو بازار محاوره‌ای داریم استفاده میکنیم بازم پایین تره. پس یه جوری مالیات نقل انتقالیه که از تو دفترچه ارزش معاملاتی میاد. سود ناویژه منظور چیه؟ این توی صنعت‌های مختلف، اون جلسه قبلم شاید گفتم، تنها فکر کنم تنها موردی هست که نسبت سود فعالیت و سود ناویژه‌ش یکی دیدن. تو همه صنعت‌های دیگه به سود فعالیت میگن همون سود عملیاتیه و سود ناویژه هزینه اداره تشکیلاتی هم ازش کم میشه، هزینه که مستقیم به فعالیت اصلیتون ارتباط نداره، فعالیت کسب و کارتون است، کم میشه و اون نسبتش تغییر میکنه، نسبت بالاتری قرار میگیره. تو ساخت و ساز که ناویژه و سود عملیاتی یکیه این دوتا. کمتر بشه که اگر هزینه‌های عملیاتی بخوایم توش بیاریم تو ناویژه کمتر میشه، درست، دقیقاً کمتر میشه. نسبت سود ناویژه که میاد کمتر میشه. چی؟ 400 17% بوده، سال بعد گذاشتنش 15%. 403 هنوز اعلام نشده چون دفترچه رو معمولاً توی دیما یا بهمن ماه حالا معمولاً برای امسال هنوز نفرستادن که اینم ملاک سال بعد قرار میگیره دیگه. اصلا مبنای دریافت شما مبنای پرداخت مالیاتتون نیست، مبنای تحقق درآمدتون ملاکی که تحقق درآمدتون جلسه بعدی استپ به استپ رفتیم، مشخص شد که تو سال اول 16%، تو سال دوم 38% و اونم اون واحدهایی که 20% رو دادن مشمول مالیات میشن. شما پیش دریافت 15% گرفته باشید تو 5 سال آینده مشمول مالیات نیستید. خب پس تو زمان خودش، زمانی که پیش دریافتت از 20% عبور میکنه و اون از اونجا به بعد مشمول مالیات میشید. دقیقاً آره. الان حالا من اون روش هایی که میشه چجوری مهندسی کنید اصلا من میگم اگه یه خورده تمرکز داشته باشید، حالا البته تمرکزتون برای ندادن مالیات اگر بخواد باشه یه مهندسی خیلی جذابی، ولی اگه تمرکزتون رو اینور بذارید یه فرصت دیگه رو از دست میده. هر دوتا رو بهتون میگم. خب
من هم بهتون میگم چجوری مهندسی کنید که ندهید، هم بهتون میگم چجوری پرداخت کنید و چند برابرش رو برگردونید، به نفع خودتون برگردونید. از هر دو جهتش من هم صحبت می‌کنم.